داماش گیلان سنت آبادان بخش ازش می‌خوایم ببینیم که خیلی دراماتیک ترین اتفاقات دنیا توش افتاد و مسعود شجاعی کاملا دیگه عادت 2 هفته بگذره آپدیت میشه با لیگ 1 که چه اتفاقاتی درش میفته. هواداره داماش که به خاطر داستانه مجوز ملی و اینها چیز شدن، محروم شدن، 4 جلسه انگار محروم شدن که امیدوار محرومیت بخشیده بشه. هواداره بی‌نظیر داماش، یعنی چیز عجیب غریبی ان، فوق العاده. واسه کلا این تماشاگر نرفتن رو یه جوری کنسلشون، هر چیز دیگه بذارید غیر از این قضیه. فکر می‌کنم مدیر کل ورزش جوانان استان گیلان هم شب قبل گفت آقا تماشاگرها برن ما حلش می‌کنیم. این اتفاق پیش اومد. اومدن وسط بازی تو استادیوم و علی نظر محمدی با یک اجرای عجیب و غریبی، یه اجرای دراماتیک زبان اصلی انجام داد، صحبت کرد با هواداره داماش و گفت آقا برید بیرون که ما بتونیم بازیمون ادامه بدیم که بازی دیگه‌مون نیفته یه استان دیگه. ولی اینو خیلی بامزه و جالب انجام داد و شاید فقط خودش میتونست یه کار انجام بده که هواداره داماش از استادیوم برن بیرون و بازی ادامه پیدا کنه. ولی بازی چند دقیقه خیلی زیاد دیگه متوقف شد. حالا مسعود شجاعی میگفت این چند دقیقه باید بشه، مگه میشه این هر بازی متوقف بشه؟ ولی لیگ 1 میشه، همه اتفاقات میفته. داماش و تماشاگرای بی‌نظیرش اینو الکی این کلمه رو نمیگم، واقعا فرق دارن، یه چیز خاصن. حالا مگه میشه تو چند سری از طرفداراشون هر روز پیام میدن به من که راجع به داماش حرف بزن، هر روز. خیلی چیز عجیبیه، پیگیر تیمه. اینجا هم اشکال از تماشاگر نبود. شما من با آقای آرمان میگم که داور بود آقای آرمان، یادمه بنام، درسته؟ مدیر کل ورزش جوانان یه بارم باهاشون صحبت کردم سر یه داستانی هیئت فوتبالی چیزی. دوست بسیار عزیزم، آقا شما اولا که این استادیومو ببین، 2 تا سکو جلوه برام چند وقته اینا یه 2 تا سکو درست نکردن، 5-6 ساله 2 تا سکو رو درست نکرد تو استادیوم عزودی. خب سردار جنگل که چمن مصنوعی نمیشه بازی لیگ برگزار کرد، اینو لااقل درستش کنید. اول کار خودتون رو درست انجام بدید. این چمن آخه چمن برگزاری مسابقه است تو لیگ 1، بعد برای شهری که این همه فوتبالی داره، این همه علاقه‌مند داره، اول چمن رو درست کن، استادیوم رو درست کنید، بعد بیاید راجع به مسائل دیگه صحبت کنید. بعد شما گفتید تماشاگرها فردا بیان استادیوم. اونور الان آقای الماس خاله انگار پیام داده بود رئیس هیئت فوتبال که آقا بیاید، من صحبت کردم با فدراسیون، اوکیه، تماشاگر میتونه وارد بشه. بعد این همه تماشاگر اومده پشت در، دیگه کاری نمیشه کرد که شما اطلاع رسانی غلط کردید، بعد وارد استادیوم شدن. تنها جوری که اتفاقا میشد این فضا رو مدیریت همین بود، هیچ کار دیگه ای نمیشد کرد که این تا بازی دیگه محروم نشه. اولا من خواهشام اینه محرومیت تماشاگرها رو خواهشاً تا اونجا که ممکنه نذارید و بردارید. به اندازه کافی مشکل هست برای ورودشون و حضورشون و لذت بردنشون از فوتبال. یه 4 تا بازی هم میخواد محروم کنید دیگه چی میمونه؟ این داماشی که امتیازشو دادن به یه تیم دیگه، امتیاز لیگ 1 هم رفت، امتیاز لیگ 2 هم نداشت، فروخته بود، رفت از مرحله 2 لیگ 3 شروع کرد، الان تو لیگ 1 دیگه بیشتر از این اذیت نشه، به اندازه کافی شده. هی این دست اون دست میشه، یه نفر پول داره میدن به این. آقا این یه چیز مقدسی برای سری از تماشاگرای اونجا، خیلی بهش اهمیت میدن. اینجوری نیست که تا یه نفر پولدار اومد یه پولی گذاشت بعد دلشو زد، مثلا بچه پولدار بود دلشو زد معروف شد تو رشت، بعد 2 روز دیگه بده به یه نفر دیگه. به خدا این مدلی فقط تماشاگراش هرس میخورن. این تیم رو هم حمایت استانی لازم داره، ازش سخت افزاری لازم داره که تو این چند فوتبال بازی نکنه. مسعود شجاعی گفت اصلا نمیشه اینجا فوتبال بازی کرد تو این زمین. همین که اون داستانای محرومیت تماشاگرش برطرفش، البته که برن سمت مجوز ملی گرفتن، طلب بدهکارا رو بدن، اگه دلسوز هستن، اگه تیم رو گرفتن که واقعا بهش کمک بکنن، یه ساختار براش بسازن. حالا همین قضیه توی انزلی پیش اومد برای ملوان دیگه، مالی خصوصی گرفت آقا بدهیار رو بدم، استادیوم زر نونوار بکنم، چمن رو درست بکنم، فوتبال بازی کنم. امیدوارم اتفاقا بیفته دیگه. حیف، جزء تیمایی که خیلی کیف می‌کنیم باش، خیلی خوب بود.